خب شما 8 سال شخصی دومی حزب و یکی از بنیادگذاران آن بودید. نظرتون نسبت به سیاست امروزه دولت و دین چی است؟ وقتی که ما درباره ارزش‌های دینی گپ میزنیم، یک چیزهایی هستند که ما باید از آن جدا کنیم. کدام چیزها ارزش‌های دینی هستند و کدام چیزها ارزش‌های ملی خلق‌های گوناگون. وقتی که ما ارزش‌های ملی یک خلق را میخواهیم به گردن دیگر خلق‌ها بار کنیم، این البته به دین و ارزش‌های دینی هیچ یک ربطی ندارد. مثلا من سالهای زیاد در سوریه و جمهوری عربی مصر کار و فعالیت و زندگی کردم. در اونجا همون سالهایی که من کار میکردم، زندگی میکردم، در اون دوره اهالی شهری بود و اهالی دهاتی. دهاتیان سر و لباسی دیگر میپوشیدند، مثل آنکه حاضر ما میگوییم حجاب و دیگر سطر و در اهالی شهر باشد، آنها همون عربا هستند، تماما لباس دیگر، لباس اروپایی و با همین از هم دیگر فرق میکردند، دهاتی و شهری. امروز همون لباسی که ما همون دوره ها میگفتیم لباس دهاتی است، امروز در اکثریت جایها به صفت لباس رسمی اسلامی گویا ترغیب کرده می شود. حالا که به اسلام چه ربطی ندارد. ما می توانیم این چیزا گوییم که امروز حمایه دین، حمایه ارزش های دینی در مقام اولین درجه می ایستد در نزد هم راهبر دولت تاجیکستان و هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان. خب استاد، سازمان های بین الملل میگویند در تاجیکستان آزادی های مذهبی و حق شهروندان بدین طرف محدودتر می شوند. آنها میگویند تدبیرهای مثل منع پوشیدن حجاب، به مسجد رفتن تا 18 ساله ها یا منع گذاشتن ریش یک نوع محدود شدن آزادی های دینی مردم کشورند. شاید سیاست دولت در این زمینه باید نرمتر شود و منفعت‌های مردم مسلمان در نظر گرفته شود. وقتی که مناسبت با ریش یا که مناسبت با سر و لباس، این مناسبت با دین نیست و هیچگاه ما این را مناسبت دولت با دین یا که با اساسهای دین اسلام گفتن نمیتوانیم، چون که این نیست. مثلا در بارای ریش در حدیث های حضرت پیغمبر یک چیزهای خیلی دیگر گفته شده است و درباره سر و لباس هم، سر و لباس ملی هر یک خلق دیگر بود و امروز هم هر یک خلق سر و لباس خود را دارد و ترغیب آن لباس را میکند. یعنی مسلمانی نه در ظاهر انسان است بلکه در باطن انسان، در دل او. ایمان داشتن و مؤمنی با نمود ظاهری انسان دخل ندارد. تشکر استاد. حالا حزب خلقی دموکراتی یک حزب یکتاز در فضای سیاسی تاجیکستان گفته می شود و برخی منقدان میگویند بعدی از صحنه بیرون شدن حزب نهضت اسلام گوناگون اندیشی سیاسی هم از بین رفت و محدودیت سیاسی به میان آمد. این فضا به کار مطبوعات و رسانه ها هم تا جای تاثیر کرد. نظر شما چی است در این مورد؟ گوناگون اندیشی این اساسی پیشرفت جمعیت است و ما همین پرینسیپ رو همان دوره هم در کارمان استفاده میکردیم. لیکن گوناگون اندیشی از تخریب کاری، از فشار آوری به دولت این فرقی کلان دارد. وقتی که ما برعکس حتی خودمون کوشش میکردیم که همین گونه فضای گوناگون اندیشی وجود داشته باشد، بگذار اندیشه های گوناگون باشد، هم از جانب حزب نهضت اسلامی، هم از جانب حزب‌های دیگری که در جمهوری وجود داشتند و حتی حزب کمونیستی هم عقیده گوناگونی فرق کننده داشت و همین گونه امروز هم ما میخواهیم که همین گونه باشد، لیکن نه با راهی که آنها انتخاب کردند، نه با راه جنگ و با راه مبارزه مسلحانه با دولت. در کدام دولتی که نباشد، وقتی که شما به مبارزه مسلحانه بر ضد دولت میخواهید، اون دولت از تمام قواش استفاده میکند که این چیز را تا اینکه جامعه را در ثبات جامعه را نگاه دارد. این وظیفه دولت است و دولت هم از اون چیز استفاده میکند. این نه با مقصد اون که پیش روی پلورالیسم سیاسی را گیرد، نه با این مقصد،
балки бо мақсади таъмини амнияти сиёсии ҷомеаи тоҷикистон.